بچه بودم بنا بود عمومینا بیان خونمون، نظری داشتیم. بابام بهم گفت که عموت که اومد میره جلوش، اگه شیرینی آورده بود بهش میگی عمو تو خودت شیرینی هستی، چرا شیرینی آوردی؟ اگه گل آورده بود میگی عمو جون تو خودت گلی، چرا گل آوردی؟ خلاصه عمو اومد و واسه نظری یه بز آورده بود. منم گفتم عمو جون تو خودت بزی، چرا بز آوردی؟ اینو که گفتم انگار فرمان استارت بود. بابام تو میخوردم منو زد، اگه عموم جلوش نگرفته بود منو کشته بود. البته بعدا که بزرگتر شدم دیدم حق داشته. من این مقدمه بی ربط رو گفتم، ربطشو میذارم به عهده مهمون گرامی برنامه جناب آقای دکتر بدن بهادر. این طفلی میخواد بگه که هر چیزی رو هر جایی نباز گفت. بند به آب میره، ممکنه به قیمت جون آدم تموم بشه. مثل همین مشنگ لاریجانی رئیس مجلس نظام. فکر کنم دکترای تخصصیش تو رشته رد کردن خط سرخ نظام گرفته. آره آخه مقام عظما این همه بدبخت بیچاره بدبختی میکشه که اسم دشمنای راسترسی نظام هیچ جا نیاد. بعد معلوم نیست این بابا تو رسانه رسمی نظام میاد میگه علت لغو سفر حاجی روحانی به اتریش تظاهرات. آیه دکتر شما هم نزدیک بود خط سرخ نظام رو رد کنین. علی لاریجانی نمیفهمه که چی میگه یا میفهمه ولی مشمول توطئه نفوذ واقع شده. آیه نه دکتر بابا این تو بیشعوری به الاغ سور زده. ناکس خیار گندیدن و 3 ماه ادا موز در میاره. حکایت مشنگه است که تو کنکور 10 تا مونده با آخر شد. باباش جشن گرفت و شیرینی پخش میکرد و نقل و بیا و ببین چه خبر بود. بهش گفتن چرا خوشحالی حالا؟ گفتش که آخه هیچ وقت فکر نمی‌کردم 10 نفر از این خنگ‌تر تو دنیا پیدا بشن. روشن شد یا چه بذارم که بری ته جدول خنگا. آیه دکتر کار لاریجانی این وسط بدتر بود که گفت یا کار روحانی که کرد؟ اونش که مهم نیست. بالاخره فک نظام و وردشت آوردن پایی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که موقع رانندگی سر کوچه ها یواشتر بپیچ، شاید یکی بیشعورتر از تو هم پیدا بشه که از اون ور بیاد. حتما منظورشون آیه دکتر شما نبودین. نخه ولی منظور تو مثل که من بودم. نخه بریم سر بحث بعدی که شما هم اعصابتون آرومتر بشه. بحث اقتصادی. قبل از تحریم اقتصاد نظام شیر تو شیری بود که شطور با بارش گم میشد، دکل با نفتش. بعد تحریم که دیگه نگو. بعد برجام چطوری میشه؟ چطوری میخواستی بشه؟ هسته رو بای دادیم رفته. از این به بعد اصلا دیگه نباید بگی برجام، باید بگی هسته به در. حالا جواب تو با یه سوال استراتژیکی میدم. چند نوع شتر داریم؟ کوتاه، بلند، پشمی، سرخ و سفید. چون خودم میدونم جوابم خیلی پرته، شما درستشو بگین. شترها کلا 4 دسته هستن. اول شترهایی که در خواب بیند پن بدانه. دوم شترهایی که با بارشون گم میشن. سوم شترهایی که در خونه همه میخوابن. چهارم اما شترهای مشنگی که نه گم میشن، نه خواب میبینن، نه در خونه کسی میخوابن. همه بدبختی های نظام هم میبینن ولی هنوز منتظر لغو تحریما نشستن. یعنی با بارشون دم خونه مقام عظما خوابیدن، خواب پنبه‌دونه رفع تحریما رو میبینن. آیه دکتر یه نگاه هم به آینده داشته باشید. باره بابا کدوم آینده؟ چه دل خوشی داری. حکایت مشنگه است که اومد تو هوای سرد قهوه درست بکنه کنار شومینه با آرامش بخوره و از پنجره‌ام بارش برف رو تماشا بکنه. بعد نگاه کردید برف که نمیاد، قهوه هم که ندارن تو خونهشون هم که اصلا شومینه نداره، هیچی دیگه. الان نشسته منتظر تا شلقما بپسن. آیه دکتر منظور من این بود که آینده نظام تو مذاکرات یا تو موشک. حاجی رفسنجانی یه بار میگفت تو مذاکره است، بعد خودش میگفت که من خودم موشک سازم. آره میگه موشک خودمه، هر کاری هم بخوام باهاش میکنم. نباید از ظاهرش قضاوت کرد که ضد موشک شده. دکتر یاد یه داستان فلسفی افتادم. گفت مریدان شیخ را پرسیدن یا شیخ تو را چی شده که سالها کنج عزلت گزیده ای؟ شیخ فرمود هیچی، فقط همین کنج آنتن میده. آیه دکتر ولی بالاخره آینده تو موشک یا تو مذاکره؟ آخه آینده ای اصلا نداره بدبخت بیچاره که یه جایی هم باشه. حالا آینده این نظام به این عظما بند بوده که اونم عرض کنم. دکتر یواشتر
فقط امیدوارم بتونه وضعیت عراق و سوریه و یمن و برجام و برشام و جنگ دعوا با حاجی رفسنجانی و این همه سریال بدبختی رو یه طوری جمع جور کنه. آره مرحوم آبادی همیشه میفهمودن بزن با هدورش میکردن. بله میفهمودن که یه همسایه داشتیم مشنگ اساسی تو مشنگی کربنسیا دانه 4. یه روز که ماشین رو چپ کرد چند تا درخت و تیر چراغ برق هم همینجوری آورد پایین. 20 متر هم جدول خیابون رو صاف کرد. بعد با اعتماد به نفس از ماشین پیاده شد گفت جمع نکرده بودم مرده بودیم ما. آقای دکتر منظورتون از مشنگه که مقام عظما نیست؟ نه خیر، منظورم اون مشنگیه که نمک میزد به موز بعد موز رو پرت میکرد مینداخت دور. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت آخه مگه خودم که موز شور بخورم. فهمیدم منظورتون اینه که مقام عظما برجام و برشام و هست بده رو خودش دنبال کرده، حالا هم خودش میگه نمیخوام. من کاری ندارم تو این چیزا رو چی میفهمی یا نه. میخوای دوباره دعوا رو بندازی سر عظما هیچی نشده. نه من میگم راحت اسمشو بیار. چرا موز خرج میکنه آیه دکتر؟ خب برم این وسط همه چی برباد رفته. تو نگران موزیه، من دارم میگم بسته به در شده. آخه مقام عظما ارزش یه موزم نداره.